بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، یکی از برادرها همینجا هم نوشته است و شاید دیگر از شما برادرها هم همچنین فکر داشته باشید که باید ابو حنظله جوانمرد را میگذاشتیم که صحبت کند. یک برادر همچنین هم نوشتند و شاید دیگرها هم همچنین فکر داشته باشد. برادر عزیز، ابو حنظله میگه در مسئله 43 دقیقه صحبت شما، او 43 دقیقه، همه کسی 43 دقیقه گفت، روز چیسله همون در یادم، یعنی روزش و تاریخش به یادم میآید. اینقدر درباره این سخن فتنه شد که بالاخره این در ماه مارت بود یا اول اپریل این سخن بود. 5 ماهی کامل شد. اگر بروز گوییم 150 روز شد. در این مدت 150 روز 5 ماه والله همه برادران و خواهران شاهدید که چقدر در بالاش بحث و مناظره ها شد. چند ساعت ها گپ زدیم. نه کم از 20 مراتبه در بالای چینگیزخان مسئلهش، در بالای تهمتی که اینها به سر من کردند که گویا که من وحدت به اونها را دعوت کردم. بله، سخن من دفاع بود، طلب دفاع بود، دفاع کردن بود، رحم کردن و عدل و انصاف بود، اما وحدت نبود. طلب رحم کردن، طلب عدل و انصاف کردن، طلب دفاع کردن، این چیز شرعی هست. بار دیگر میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از طائف به مکه گشتند، مشرکین نگذاشتند. پیامبر از مشرکین طلب کردند که کدام از شما ای قبیله ها مشرکین مرا دفاع میکنید که درایم زندگی کنم، آزاد به همون دینم و عقیدم و به همون پیشتر دعوت. پیامبر صحابه ها رو به افیوپیا، حبش فرستادند. گفتند در اونجا یک پادشاه هست، ظالم نیست، نصرانی هست، روید از نام من بگویید که پیامبرمون ما رو به نزد تو فرستادن، زیرا که قوم ما به ما ظلم میکنند، ما در همینجا پناهنده شیم. پناهنده شدن طلب دفاع کردن، طلب امن کردن، طلب عدل و انصاف کردن از همه جایز است. ولی اینها که در قلبشون غرض بود، همین سخن من معناش وحدت به مشرکین کردن، به بردند اینا. این سخن من مجمل بود. بله، ما هم ماهی بی عیب نیستیم، البته سخن مجمل بود، جمله بی‌زیب بود، واضح نبود، مجمل متشابه که بود، این سخن کردن. و منهج اهل سنت در جمله متشابه یا مجمل معلوم است، دو شاخه دارد. انسان گوینده باید قصدش فهمیده شد. من برآمدم، قصد من گفتم وحدت به دعوت کردن کفر است، شرک است. 20 بار 30 بار بیان کردم و مقاله هم نوشتم، در همین جمع است. توبه ما اگر کفر فهمیده باشد آشکار کردم، مقصد ما بیان کردم. یک طالب علم از این زیاد دیگر کار نمیکند. 5 ماه گذشت. 3 ماه هست که ما در بالای معروف زندیق جهمی خبیث، همراه ابوالغریب مشرکی دیگر، همراه ابو مسلم مشرکی دیگریش، همراه ابو زید دیگریش و دیگر از گمراه و ضال مضلین ها که مطلق اینها گفتند که کافر مسلمان گفته میشه. مطلق یهود و نصارا مشرکین مسلمان گفته میشد. خود معرف راسخ مطلق کفار مسلمان گفت. این عذری خبیث. چقدر بحث شدید شد، چقدر متشنج شد. ما یک رساله رو نوشتیم، تمام نشد، دومین رساله رو نوشتیم. چند بار دعوت کردیم از جوانمرد و غیر. البته سخت هم نگرفتیم، برای که سخت گرفتن هم درست نیست، از منهج نیست. ما گفتیم خیر خواهد برات گپ زند. همه این فتنه ها رو مانده است. یک فتنه ای که 20 مراتب زیاد من او را شرح و توضیح و از جای توبه نوشتن کتیم که شما شاهدید، بیان کردم. حتی همین کتابی که رد معرف راسخ به آخرش به هستم این چیزا رو او جواب نوشتگیم. می آید در بین 200 نفر انتقاد علمی میگد. برادر عزیزم، انتقاد علمی گفته یک مسئله رو میگوید که من از اون مسئله باز نگشته باشم،
انتقاد علمی گفته یک مسئله رو میگوید که من خطاگیم رو اونجا نفهمیده باشم، بیان نکرده باشم، مجمل بودن سخن من نگفته باشم، توبه نگفته باشم، در بالایش یک بارم گپ نزده باشم، انتقاد علمی کنید. انا اینجا انتقاد علمی میشه. اما یک مسئله که من در بالاش گشته 20 چند مراتب صحبت کرده باشم، 10 ساعت صحبت کرده باشم، مقاله نوشته باشم، کتاب رد راسخی جهمی بام نوشته باشم، گشته و برگشته بیان کرده، این فتنه حالا خاموش شده، بعد از 5 ماه، بعد از 30 بار بیان شدن بیایی با همین مسئله را شروع کنی، این انتقاد علمی است یا فتنه هست؟ این فتنه هست. این فتنه رو بعض انسان قصد کرده فتنه را ایجاد کرده میخواد و بعض انسان ها بدون قصد. آدم خوب است، ابو حنظله جوانمرد هم برادر خودم و برادر خوب است، من هیچ نمیگویم که قصد فتنه دارد، نفهمیده باز همون فتنه خاموش شده رو میخواست که دوباره زنده کند. نه از نفهمیده، نه قصد ندارد. شاید ابو حنظله و دیگر رو بگن که ما سخن شما رو نفهمیدیم. ببینید من اگر 20 بار برآمده او سخن 43 دقیقه من شرح داده باشم، حتی جواب به معرف راسخ گفته گذاشتگیم هم در یوتیوب هست، 2 ساعت و چند دقیقه، قریب 3 ساعت مقاله نوشته به برادرها گفته باشم، همه برادرهای موحد، خواهرای موحد اینجا از این چیز آگاه هستن. بعد از هموقه اگر اون نفهمیده باشد این مسئله مشکلی من است؟ نه مشکلی من نیست، حالا که من به خودی این جوانمرد بیان کرده بودم. لیکن بار دیگر اینها نمیدونم سبب چیست که میخوام. البته به من برادر خبر داد که به نزدیکی بعد از اینکه ما کتاب رو نوشتیم، کتاب رد قاطع به معرف راسخ و هم مسلکانش، به این مشرکین رد زدیم، این کتاب منتشر شد، درس شده است در بین خواهرها و برادرها، مشایخ الله حفظ بکند. جیگری جهمی های خوبسا سوختگی است. معرف راسخ و دوسه جاهل این خوبسا چیکار کرده خودش پاک کردن نمیتواند و یک صحبت و تهمت نامه کرده 3 دقیقه 3 ساعت اینو صحبت کرده و در درون همون صحبتش، این صحبت 1 هفته 2 هفته پیش 2-3 هفته پیش این صحبت خوب معرف راسخ و همون 2-3 خرهایی که در گرد اطرافش از زنادقه مشرکین است به همونها همراه جوانمرد رو تنبیه داده است که تو ابو محمد مدنی رو یک وقت تزکیه داده بودی، از تزکیت گرد یا تو رو هم تکفیر میکنیم و از رد معرکه میکنیم گفته است. هم بنزدیک از همین جهت ابو حنظله جوانمرد ببینید برآمده میخواد که کار رو به خوبی حل کند، لیکن غیر شرعی، یعنی میخواد به اونها بگوید که نه ابو محمد مدنی توبه کرد، من از تزکیه‌ام از ابو محمد مدنی نمیگردم گفتنی، لیکن آخر این کار حل شدگی است. برادر عزیزم، مصلحت العام یقدم على مصلحت الخاص. مصلحه عامه مسلمان ها پیش از مصلحه خاص میست. من این برادر جوانمرد بشده اینجا 200 نفر است، در پیش هر یک نفر اگر یک نفری باشد 400-500 نفر امروز درس ما را گوش دارند، در یوتیوب 100 نفر است، 500-600 نفر گوش دارد. نیم زایدی این مردم از خواهر و برادرایی که نوع علم آموخته از این فتنه ها بیخبر نمیفهمد. من در بین مردم این مسئله را کشویم، او مردم به فتنه گرفتار کردن آیا همین از روی منهج است؟ نه، این از روی منهج نیست. مصلحه عام مردم مسلمان پیش از مصلحه خاص یک نفر گرفته میشد. اینجا من مصلحه عمومی نظر میگیرم. مصلحه عمومی از من تقاضا میکند که این مسئله را پیشش محکم میکنم. صحبت کردنی باشد بسم الله. برادرهای علاهیده خاص طالب علم و برادرهایی که خالص از این مسئله ها با خبر هستند 20 نفر ما را مدن این گروهی کامنتاری به این حادثه میشد، من راضیم. این گروهی کامنتاری به ما را ابو حنظله جوانمرد اینجا دعوت کنید بیاد این گروه به که 20 نفر 30 نفر یا آدم‌های خبردار 100 نفر شود هم کودکچه ها، پسرچه ها، دخترچه ها، زن و مرد، آدمایی که علم ندارن اینجا نمیبیند. اما در جای گروهی درسی این کار درست نیست که فتنه دومین مراتب منتشر شود. از همین جهت منهجاً درست نبود، من محکم کردم و بعد از این البته منم غضب دارم. چخیل میشد که 3 ماه معرف راسخی جهمی را یک کلمه نگوید بیاد انتقاد علمی.
انتقاد علمی بعد از این شرط شرایط خودش دارد. انتقاد علمی گفته یک چیز میگه که صاحبی همون سخن از سخنش نگشته، سخنش توضیح نداده، بیان نکرده باشد. من 20 بار کنم یک کس دیگر اومده با انتقاد کند، همین مگر عدل است؟ من 20 بار زیاد در این مسئله صحبت کنم، توبه کنم، مقاله همین کار کنم، با انتقاد علمی گفت این انتقاد علمی نه، این فتنه است. برای همین بارک الله فیکم، انا میخل حادثه است و من همین قدر میگم که الله سبحانه و تعالی گمراه گشته را هدایت بکند، شایسته هدایت نباشد خور و ذلیل بکند. لیکن قوم گروگی روز به روز جوش زده شده است. به چشمتون دیده شده، حجت به تکراری نیست. از قصه معرف راسخ گرد اطرافش تا امروز قوم گروی خیلی هم الحمدلله از این خوب صورت فریبش به شما معلوم مشهور شد. شناختید فهمیدید که کی چی است.